تا حالا به شکل خونه‌های باب اسفنجی دقت کردی؟ اما یه تئوری عجیب میگه اینا اصلاً خونه نیستن. در یکی از قسمت‌ها وقتی باب اسفنجی تصمیم میگیره به سطح آب بره، لحظه‌ای که نزدیک سطح میشه یه چیز ترسناک میبینه. کل سطح آب با آشغال‌های انسان‌ها پوشیده شده. و حالا قسمت عجیب ماجرا اینجاست. این تئوری میگه تمام خونه‌های بیکینی باتم از همون زباله‌هاییه که انسان‌ها توی دریا ریختن. تا حالا به شکل خونه‌های باب اسفنجی دقت کردی؟ اما یه تئوری عجیب میگه اینا اصلاً خونه نیستن. در یکی از قسمت‌ها وقتی باب اسفنجی تصمیم میگیره به سطح آب بره، لحظه‌ای که نزدیک سطح میشه یه چیز ترسناک میبینه. کل سطح آب با آشغال‌های انسان‌ها پوشیده شده. و حالا قسمت عجیب ماجرا اینجاست. این تئوری میگه تمام خونه‌های بیکینی باتم از همون زباله‌هاییه که انسان‌ها توی دریا ریختن.